با سلام. در قسمت دوم از آموزش نرم افزار ماتریکس در خدمتتون هستم. در این جلسه میخوام یک سری از تنظیمات محیط نرم افزار رو براتون توضیح بدم. خب شما زمانی که ماوس رو قسمت لبه پنجره ها میبرید، میبینید که نشانگر ماوس تغییر میکنه و شما با یک کلیک چپ و نگه داشتنش میتونید این پنجره ها رو بزرگتر یا کوچکتر کنید به اندازه نیازتون. مثلا ببینید نشانگر ماوس رو من روی ویوپورت ها میارم، رو خطهای میانی ویوپورت ها میارم و با کلیک کردن میبینید که من میتونم نمای پرسپکتیو رو بزرگتر کنم یا کوچکتر کنم، یا حتی شما میتونید از قسمت مرکز ویوپورت ها اندازه ویوپورت ها رو تغییر بدید به این صورت. خب و برای اینکه این تنظیماتتون رو برگردونید به حالت اولیه، در پنجره مین منو قسمت ریست رو که کلیک بکنید میبینید که تنظیمات به حالت اولیه برمیگرده. مبحث بعدی این هستش که شما میتونید پنجره های سمت چپ رو یا نوار ابزارهاتون رو جابجا بکنید و شما میتونید رو قسمت توسی رنگ این نوار ابزارها یا پنجره ها ماوس رو قرار بدید و این دفعه با کلیک راست و نگه داشتن شما میتونید نوار ابزارهاتون رو بالا و پایین بکشید به صورت کرکره‌ای. این در مواقعی کاربرد داره که شما مثلا یک پنجره دستوری رو باز کردید مثل بیلدر که مشاهده میکنید پنجره کامل دیده نمیشه و شما زمانی که این رو نوار ابزارها رو بالا میبرید میتونید از این پنجره دستوری به طور کامل استفاده بکنید. خب شما میتونید حتی این نوار ابزارها رو هم به صورت شناور هم استفاده بکنید. مثلا میتونید بیارید رو صفحه ویوپورت هاتون به این صورت، یا اینکه اینها رو بیارید قسمت راست تصویر و رها بکنید. اما خب اینها همه سلیقه‌ایه. از نظر من هر چقدر نمای ویوپورتاتون، پنجره ویوپورتاتون بزرگتر باشه، میدان دیدتون بیشتره و طرحی رو که دارید میکشید رو واضح‌تر و بزرگتر میبینید. خب برای اینکه این نوار ابزارهامون اگر حالا جابجا میشن یا میخوایم به حالت اولیه برگرده، میتونید از قسمت ویو گزینه ماتریکس منو رو انتخاب کنید و ریست منو رو که بزنید این نوارهامون به حالت اولیه برمیگرده. و حتی شما اگر حتی این پنجره ها رو حالا به اشتباه کلیک چپ میکنید و میارید بالا و رها میکنید، میبینید که نوار ابزارها جابجا میشن و ممکنه حالا به مشکل بخورید. و اگر خواستید اینها به حالت اولیه برگرده، همین قسمت ویو رو کلیک میکنید، ماتریکس منو و ریست منو، و به حالت اولش برمیگرده. خب
قسمت بعدی که میخوام براتون توضیح بدم قسمت راینو اپشن هستش از پنجره اینفو اند سیتینگ. شما با کلیک کردن روی راینو اپشن که میبینید اسم این آیکون در اینجا نوشته میشه، کلیک میکنید و تنظیمات کلی نرم افزار راینو در این پنجره هستش. خب اولین تنظیماتی که نیاز هستش که شما انجام بدید این قسمت تول بارز هستش که روش کلیک میکنیم و در این قسمت فایل ماتریکس رو انتخاب میکنیم و دو تا پنجره خیلی مهم و کاربردی رو از اینجا پیدا میکنیم و تیکش رو فعال میکنیم. پنجره مین هستش و پنجره استاندارد تول بارز و دکمه اوکی رو میزنیم. خب نشانگرمون رو میبریم روشون و خب این قسمت پنجره این نوار ابزار مین رو میتونید شما بیارید قسمت چپ ویوپورت ها و رها کنید و این رو هم بیارید زیر قسمت کامل لاین و اینجا رهاش کنید. خب برای اینکه این پنجره هایی که تیکش رو زدیم و هر زمان که شما نرم افزار رو باز میکنید این پنجره ها رو دوباره نیارید، اینها رو سیو میکنیم و این کار رو از همون قسمت راینو اپشن قسمت فایل سیو آل رو میزنیم و یک بار اوکی رو میزنیم و دوباره سیو از میکنیم در اینجا و سیو رو میزنیم و یس و دکمه اوکی رو کلیک میکنیم. این کار باعث میشه که این آیکون ها و پنجره ها همیشه ثابت بمونه. تنظیمات بعدی که باید انجام بشه در قسمت استاندارد این آیکون 4 ویوپورت رو شما یک بار کلیک بکنید میبینید که اسم ویوپورت هامون تغییر میکنه و به اسم اصلیش برمیگرده که شما حتی توی راینو هم بخواید کار بکنید اسم آیکون ها به این صورت هستش: تاپ، فرانت، رایت و پرسپکتیو. خب تنظیمات بعدیمون برای صفحه مختصاتیمون هستش و شما از این قسمت اپشن یا از پنجره اینفو اند سیتینگ راینو اپشن پنجره اپشن رو باز میکنید و قسمت گرید رو انتخاب میکنید. خب تنظیمات خود قسمت گریدمون رو میبینید که روی عدد 20 هستش. این به این صورت هستش که شما از مرکز مختصاتی یا مرکز این صفحه شطرنجی اگر این خونه های کوچیک رو بشمارید میبینید که تو محور X 20 تا خونه کوچیک وجود داره، قسمت Y هم یا Y هم 20 تا خونه وجود داره. خب برای اینکه شما بتونید صفحه مختصاتتون رو جوری اندازش رو استاندارد تنظیم بکنید که بتونید داخلش سرویس طلا، دستبند و انگشتر رو طراحی بکنید و صفحه مختصاتتون نه خیلی بزرگ باشه و نه خیلی کوچیک، من تنظیماتش رو 100 و این قسمت میجر لاینش که میبینید
این خونه های کوچیک به وسیله خونه های بزرگتر احاطه شده. این رو روی 10 میگذارم که تعداد خونه ها درست تقسیم بشه و اسنپ اسپیسینگمون هم روی 1 میلیمتر میذارم، یعنی یعنی اندازه هر کدوم از این خونه ها اضلاعش 1 میل در 1 میل باشه. که مشاهده میکنید 10 قسمت مساوی، هر کدوم 10 قسمت که میشه 100 قسمت و هر کدوم یک از این مربع ها هم اگر بخوایم اندازه بزنیم، این قسمت اسنپ تو گرید اون روشن باشه و روی 1 میل در 1 میل، ببینید که از این قسمت تا این قسمت 1 میله، از این قسمت تا این قسمتش هم 1 میل میبینید. خب میریم تو صفحه راینو اپشن. خب تنظیمات بعدیمون این قسمت یونیت هستش که مشاهده میکنید واحد اندازه گیریمون توی راینو و ماتریکس میلیمتر. خب من به این کاری ندارم. میایم قسمت بعدی که باید سری توضیحات رو دربارش بدم خدمتتون، قسمت اپیرنس هستش. خب در اینجا ببینید که تنظیمات کامند پرامپت هستش که راجع به این قسمت هست، رنگ بک‌گراندش، تکست کالرش که مشکیه و اندازه سایز نوشتاریش، اینها رو میتونید تغییر بدید. یه سری پنجره هستش که اگر بخواید نگاه قسمت منو رو اگر تیکش رو بزنید میبینید که اینجا پنجره راینو هم باز میشه که حالا هرچه اینا کمتر باشه این محیط ویوپورتتون بزرگتر هستش. حالا چیز خاصی هم نداره. میریم قسمت بعدی. قسمت بعدی تنظیمات همون اپیرنس، قسمت مثبتش رو که بزنید و کالر رو که انتخاب بکنید. خب در این قسمت مشاهده میکنید که تنظیمات صفحه مختصاتمون و محورهای X و Y و گامبال و اینجور چیزها رو در اینجا میتونید تغییر بدید که از نظر من نیازی نیست، ولی خب خودم اگر بخوام تغییراتی اینجا ایجاد بکنم فقط روی بک‌گراند و این خطهای صفحه مختصات یا شطرنجیم هستش که این ستای اول رو من میتونم حالا بک‌گراندم روشن‌تر بکنم که خطهایی که میکشم رو واضح‌تر ببینم که اون هم سلیقه‌ایه. خب میریم قسمت بعدی که اینها مهم نیست. خب در قسمت فایل یه چیزی که خیلی مهمه و از نظر من کاربردیه این قسمت اوتو سیو هستش که شما اگر تیک سیو اوری رو بزنید میتونید زمان بدید بهش که حالا هر 1 دقیقه یا هر 5 دقیقه طرحی رو که شما دارید میکشید که به صورت فایل میشه رو هر 5 دقیقه مثلا سیو کنید یا هر 1 دقیقه. حالا زمانی ممکنه برق بره شما سیو نکرده باشید و ممکنه که باز دوباره کلی زمان بذارید تا اون طرحتون رو دوباره طراحی بکنید. پس این قسمت خیلی مهمه. حالا من این رو میذارم روی 5 دقیقه. قسمت بعدی قسمت جنرال. خب این قسمت جنرال یه قسمتی داره داخلش که نوشته آندو.
آندو برای زمانیه که شما طرحتون رو طراحی میکنید و مرحله مرحله جلو میرید و ممکنه حالا یه قسمتی اشتباه کرده باشید و بایستی برگردید به حالا مثلا 5 قسمت قبل طراحیتون که در این قسمت شما اینجا 1 ولی من این رو روی 100 گذاشتم که به نرم افزار این اجازه رو بدم که تا 100 مرحله عقب‌تر رو با کنترل Z که کلید ترکیبی هستش آندو بزنم و برم به مراحل قبلی. توضیح خاص دیگه اینجا نیستش. این قسمت کیبورد هستش که کلیدهای ترکیبیمون هست یا حالا دستورهایی رو شما میتونید در اینجا میبینید که اینها خالیه. میتونید مثلا به وسیله تایپ ازشون استفاده بکنید یا میتونید با موس اون آیکون یا ابزار رو انتخاب بکنید یا در اینجا تایپ بکنید اون دستور رو یا کلید ترکیبی یا کلید میانبر براش تعریف بکنید که در اینجا این تغییرات رو میتونید انجام بدید. خب قسمت بعدی قسمت تولبارز رو هم که گفتم. خب یه قسمت ویو میمونه که این قسمت مثبتش رو که کلیک بکنید دیسپلی مود. خب در اینجا همون حالتهای نمایشی ویوپورت ها رو داریم میبینیم که در اینجا هم براتون توضیح دادم. بهترین حالت این که شما میخواین طراحی رو شروع بکنید و ترسیم بکنید برای اینکه خطها خیلی نازک نباشه و شما راحت تر بتونید اون خطها رو ببینید حالت شید هستش. خب قبل از اینکه من این رو توضیح بدم ببینید شما زمانی که فایل جدید باز میکنید نیو رو میزنید همه چی به حالت اولیه برمیگرده. این چار ویوپورت رو که بزنید اسمها تغییر میکنه. بعد همین حالت های نمایشی رو شما اگر روی اسم ویوپورت ها برید و راست کلیک کنید میبینید که تمام حالت های نمایشی اینجا هم هستش. حالا شما میتونید دونه دونه اینها رو شید کنید. این ویوپورت رو شید کنید، این ویوپورت رو شید کنید. میتونید سریعتر این کار رو انجام بدید. ببینید من دوباره بیام حالت اولیه. این رو من میزنم قسمت این حالت های نمایشی قسمت شید رو پیدا میکنم و یه راست کلیک که روش بزنم تمام اینها رو گزینه شید تیک میخوره و شما راحت تر، حالا به عنوان مثال شما این خط رو که میخواین بکشید که این خط واضح تر دیده میشه، اما همین حالت روی وایر فریم خطتون نازکتر دیده میشه. حالا برای اینکه این خطتون یه مقدار ضخامتش بیشتر بشه از همون راین اپشن قسمت ویو مثبتش رو میزنید، دیسپلی مود مثبتش و قسمت شید رو دوباره مثبتش رو میزنید، قسمت آبجکت مثبتش رو میزنید و قسمت کرو. خب در اینجا ببینید که روی عدد 1 هستش، ما این رو روی 2 میذاریم. دیدید که ضخامت خطمون بیشتر شد. خب مبحث بعدی که من میخوام براتون توضیح بدم انواع سلکت ها هستش. زمانی هستش که شما یه خطی رو ترسیم کردید
و میخواین سلکتش بکنید. شما میتونید بیاین روی خط و کلیک کنید، این خط سلکت میشه و میتونید جابجاش بکنید. یا اینکه شما میتونید از قسمت راست به سمت چپ کلیک کنید و دکمه کلیک رو نگه دارید و هر جای اون خطی رو که میخواین داخل این کادر قرار بگیره و رها بکنید، این خط سلکت میشه. حالا هم میتونید کامل سلکت کنید، هم یه قسمتیش رو. حالا این برای چه مواردی مثلا کاربرد داره؟ شما چند تا آبجکت دارید و برای اینکه فقط بخواید این خط رو انتخاب بکنید دیگه نمیتونید به این صورت انتخابش کنید، اینها هم سلکت میشه. شما حالا یا میتونید اون قسمت یه مقداری از اون خط رو بگیرید یا روش کلیک کنید و یا اینکه شما از قسمت چپ اون شکل یا خط کادر رو میگیرید که اون خط داخل این کادر باید کامل قرار بگیره تا سلکت بشه. اگر یه مقدارش رو بگیرید و کامل داخل کادر نیفته، اون خط سلکت نمیشه. فرق این دوتا هم اینه که شما وقتی از راست به چپ میگیرید به صورت این کادرتون حالت نقطه چین هستش، اما از چپ به راست که میاید یک کادر خط پره. من الان میخوام این دایره رو انتخاب بکنم، میبینید که به راحتی انتخاب میشه، اما از این طرف نه. خب مبحث بعدی راجع به این هستش که شما بهتره که طراحیتون رو از مرکز مختصات شروع بکنید. به عنوان مثال خب یک دایره میخواید بکشید و لازمه این که مرکز مختصات رو بخواید انتخاب بکنید اینه که یا صفر رو تایپ کنید، اینتر رو بزنید که میبینید مرکز دایره دقیقا رو صفر محور x و y مون هستش. یا برای اینکه سرعتتون بره بالاتر شما آیکون دایره یا سیرکل رو که انتخاب میکنید با دکمه F4 میتونید مرکز مختصات رو انتخاب بکنید. و اینکه شما زمانی که محورهای مختصاتیتون توی این ویوپورت ها، ببینید من که راست کلیک میکنم میتونم صفحه مختصاتم رو جابجا کنم. خب برای اینکه اینها هم به حالت اولیه برگرده شما روی هر کدوم یک از این ویوپورت ها که کلیک میکنید و این ویوپورت سلکت میشه، دکمه F5 رو که بزنید صفحه مختصاتی اون پنجره میاد مرکز ویوپورت هم قرار میگیره. ببینید اینجا یک بار کلیک چپ میکنم و F5 رو میزنم، اینجا کلیک F5 به این صورت. کلید های میانبر دیگه هم هستش مثل کنترل C که کپی میکنه، کنترل V پیست میکنه و از همه مهمتر آندو و ردو هستش که اینجا دکمه هاش هست. ولی خب شما برای اینکه طرحی رو میکشید و میخواید به مرحله قبل برگردید، یه کنترل Z که میزنید میبینید که مراحل دونه بدونه برمیگرده.
یا کنترل وای که بزنید مراحل دوباره به حالت اولیه برمیگرده. خب تا همینجا توضیحاتی که راجع به تنظیمات و جابجایی پنجره ها و محیط نرم افزاری که براتون دادم به نظرم کافیه. انشاءالله در جلسات بعدی شروع میکنیم به آموزش ابزارهامون.